اینجا کاناپ است. لطفاً کانال های گروه کاناپ رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیک زنگوله کنار اون رو هم بزنید. گزیده در حالی که در حال لایو گرفتن است وارد شرکتی که اسمت رئیسان است می شود و به موشی می گوید می خواهد به اتاق اسمت برود و وارد اتاق می شود و توی لایو می گوید اسمت و صالح از موکلین تاریخ هستند و اسمت به او پیشنهاد $500,000 رشوه داد تا اطلاعات موکلش را بدهد. اسمت از او میخواهد قطع کند اما گزیده به حرفایش ادامه میدهد. نگهبانها او را بیرون میکنند. همه دوستان و آشنایان لایو گزیده را دیدند. اوزان و ایلون به مادرشان زنگ میزنند. زینب بیرون در شرکت منتظر گزیده است و به او میگوید خیلی حال لایوش را دیدن. گزیده عکسی هم از تاریخ به همراه 2 موکلش برای رئیس کمیته انضباطی میفرستد. سزایی بازداشت می شود و وسایل توی کیفش و گوشی و چیزهای دیگر را تحویل می دهد. او را به اتاق بازجویی می برند. تاریخ که آنجا منتظر است وارد اتاق می شود و گوشی سزایی را بر می دارد و گوشی دیگری جای آن می گذارد. 2 بازپرس از سزایی بازجویی می کنند. او متهم است که در پوشش شرکت در کار قاچاق مواد است. سزایی می گوید از هیچ چیز خبر ندارد و اگر پای برگه را هم امضا کرده به دلیل این است که رئیس هیئت مدیره است. تاریخ که دارد از ماشین پیاده می شود منشیش به او زنگ می زند و می گوید گزیده لایو گذاشته. تاریخ در پارکینگ دارد لایو را تماشا می کند که کسی با چوب به سرش می کوبد. وقتی به هوش می آید 2 مرد او را در یک انبار به یک صندلی بستند و یکی از مردها که بیرون می رود تاریخ به دیگری می گوید اگر آزادش کند به او $200,000 می دهد. یشیم در حال آماده کردن املت برای امید است که خاله‌اش میفهمد و از او میپرسد چه کرده و برای چه به امید باج میدهد. و ناگهان میپرسد نکند با نهال دست به یکی کرده. یشی میگوید چاره دیگری نداشت. ایکنور میگوید به خاطر او از آنتالیا آمده تا کمک کند پولهای تاریخ را بگیرد ولی او حرف گوش نمیدهد. یشی میگوید میداند که بدهی زیادی دارد و نمیتواند پایش را از خانه بیرون بگذارد. ایکنور میگوید درست است و آنها به یکدیگر نیاز دارند. ایکنور املت را درست میکند و برای امید میبرد و به او میگوید میداند یشی مانجا را به او اجاره داده. الماس به خانه گزیده میآید. او مدارکی با خود آورده که نشان میدهد تاریخ با موکلینش برای تهمت زدن به گزیده همدست شدند و برایش تله گذاشتند. گزیده هم میگوید به نظرش باید به کانون وکلا هم بروند. گزیده عکسایی که از طریق دوستانش در رستوران دارد را نشان الماس میدهد. الماس میپرسد چطور آنها را گرفته و گزیده میگوید زنگ زد به دفتر تاریخ و او نبود و منشیش گفت با دوستانش به رستوران رفته و او هم کسی را فرستاد تا عکس بگیرد. گزیده از الماس میپرسد با اولتان رابطه دارد. الماس میگوید بله و میپرسد چطور متوجه شده. گزیده میگوید دیگر در موردش حرف نمیزند و کاری با او ندارد. الماس میگوید درست است اما بیشتر برای گرفتن اطلاعات است چون اولتان حقه‌های زیادی در سرش دارد و تا زمانی که فکر کند عاشقش است مشکلی وجود ندارد. الماس میگوید بعد از پخش لایو به تاریخ زنگ زد و میخواست بداند واکنشش چیست اما او جواب نداد. الماس میگوید گزیده تاریخ آدم خیلی تاریکیه، ممکنه هر بلایی سرت بیاره. در بازداشتگاه سزایی منتظر تصمیم بازپرس است. ماموران بازپرس با هم جلسه گذاشتند و در مورد سزایی صحبت میکنند و اینکه او چه کاره است و احتمال میدهند سزایی برای ملاقات با مافیا داشته به کانادا میرفته و تصمیم میگیرند مدتی او را نگه دارند و ارتباطش را با بیرون قطع کنند. شب یشیم متوجه می شود آب و برقشان قطع شده. وقتی با اداره آب و برق تماس میگیرد متوجه می شود کار گزیده است و الان باید سند خانه را ببرد تا بتواند آب و برق را وصل کند. آنها شمع روشن میکنند و دور خودشان پتو میپیچند. گزیده در خانه کنار نازان مینشیند. نازان فیلم حادثه ساختمان را نشان گزیده میدهد. گزیده از اوزان که تازه آمده میپرسد چرا زودتر به او نگفت. اوزان میگوید نمیخواست ناراحتش کند. اویلون به مادرش میگوید فکر میکند دختری در زندگی اوزان است. اوزان دوش میگیرد و با عجله بیرون میرود. زلی سر خیابان منتظر اوست. امید و گزیده سر میز شام هستند که زینب پیششان میآید و میگوید اویلون غذا نمیخورد. زلیش و اوزان به یک کافه سیار میروند و با هم کوفته میخورند. اوزان میگوید در آینده با بچه‌هایشان در مورد اینکه در کافه سیار غذا خوردن صحبت میکنند. زلیش میگوید فعلا برای این حرفا زود است و باید بیشتر همدیگر را بشناسند. اوزان میگوید او را شناخته و عاشقش شده. زلیش هم میگوید روز اولی که پیشش آمد و یک برگ کاغذ از او گرفت احساس کرد مسیر طولانی با هم طی خواهند کرد. نازان در رستوران بهرام کنارش نشسته. نازان میگوید طارق با دختری ارتباط دارد که از دخترش کوچکتر است و از بهرام میپرسد چرا او را از هتل بیرون نمی‌کند. بهرام میگوید میخواستم اویلوم خواست بماند تا او را زیر نظر داشته باشند. نازان میگوید اویلوم حلقه‌اش را درآورده و بهرام میگوید از تولگا جدا شده و میپرسد آیا قطعی است. نازان میگوید نمیداند. تولگا پسر خوبی است ولی هنوز خودش با اویلوم صحبت نکرده.
بهرام به اویلوم زنگ میزند اما اویلوم رد تماس میدهد. اویلوم به سلین زنگ میزند و میگوید هرچه با تولگا تماس میگیرد بوق اشغال میخورد و فکر میکند تولگا او را بلاک کرده و از سلین میخواهد با تولگا تماس بگیرد. گزیده به اتاق اویلوم میآید و اویلوم مادرش را بغل میکند و میگوید خیلی سخت است. اویلوم برای مادرش تعریف میکند که از تولگا جدا شده و برای اینکه تولگا باور کند بهرام را بوسیده و اگر با تولگا میماند قرار بود خیلی سختی بکشد. گزیده میگوید تولگا را دوست داشت و اگر زود ازدواج نمیکنند از او حمایت میکند، ولی حالا که تولگا دنبال زندگی خودش است او هم باید به فکر خودش باشد. اویلوم میگوید احساس میکند دیگر نمیتواند کسی را اینقدر دوست داشته باشد. گزیده میگوید دوست خواهی داشت عزیزم، عاشق میشی، باور کن. تولگا کنار اولتان در رستوران نشسته که سلین زنگ میزند. تولگا جواب نمیدهد. اولتان میپرسد آیا از اویلوم جدا شده. تولگا تایید میکند. اولتان میپرسد به خاطر اوست و ادامه میدهد نتوانست پدر خوبی برایش باشد. تولگا حرف را عوض میکند. اولتان میپرسد دلیل اصلی جداییتون این مردی که بهرامه. اویلوم با این مردی که سر و سری داشت. تولگا نمیخواهد در موردش صحبت کند. اولتان میگوید او یک کاشف اغروست و اویلوم ضرر میکند. نازم پیش بهرام است. بهرام که میبیند اویلوم جوابش را نمیدهد با گوشی نازم به اویلوم زنگ میزند. همان موقع لایو در اینترنت پخش میشود که وقتی سلین و تولگا میخواهند از کافه بیرون بیایند خبرنگارها آنها را غافلگیر میکنند و از تولگا توضیح میخواهند و میپرسند آیا سلین دوست دختر جدیدش است. اویلوم با دیدن فیلم گریه میکند. الماس وارد دفتر اولتان می شود و کشوی وسایل او را می گردد. او چند فلش پیدا می کند و در همین موقع اولتان وارد می شود. او که برای کشوی میزش علامت گذاشته متوجه می شود که الماس را گشته. الماس می پرسد شام با تولگا چطور گذشت یا از اویلوم جدا شده. اولتان می گوید بله و خیلی ناراحت است. قرار می شود ها شب در هتل بمانند و الماس می گوید زود برمیگردد. تولگا و سلین به خانه میروند و با هم نوشیدنی میخورند. آنها درباره غمشان صحبت میکنند. تولگا به راننده‌اش زنگ میزند تا دنبالش بیاید. سلین کنار او مینشیند و تولگا او را میبوسد اما فورا بلند میشود. از طرفی بهرام دنبال اویلوم آمده تا بیرون بروند. اویلوم قبول میکند و تولگا که با راننده‌اش به خانه میرود از کنار ماشین بهرام رد میشود و آنها را میبیند. بهرام کنار جاده میایستد و میگوید تولگا لیاقت تو را نداره. اویلوم میگوید حالش خوب نیست و بهرام میگوید او سنگ صبور نمی شود، مثل یک صخره می ماند و صبرش هم زیاد است. روز بعد گزیده در فکر تماس با سزایی است. از طرفی سزایی را دوباره به اتاق بازجویی میبرند و دوباره از او میپرسند چطور با گروه تروریستی آشنا شده. اوزان که با مسئول سر ساختمان است به زلیش زنگ میزند و او را از خواب بیدار میکند و در پیتزا فروشی برای نهار قرار میگذارند. بعد از قطع تماس اولتان هم به زلیش زنگ میزند و میخواهد پرونده ها را برایش بیاورد. اولتان دوباره در کشوی میزش علامت میگذارد و پاکتی به دستیارش میدهد تا آن را در داشبورد ماشین بگذارد. اوزان به مسعود میگوید انگار تا به حال عاشق نشده بود. مسعود میگوید چون میگشت و آدمهای دیوانه را پیدا میکرد. مسعود از اوزان میپرسد آیا زلیش از رابطه‌اش با اولتان و اینکه باعث اخراج مادرش شده خبر دارد. اوزان میگوید خبر ندارد و الان نمیخواهد به آن فکر کند. طارق هنوز به صندلی بسته شده. در انبار باز می شود و طاهر وارد می شود. طارق میگوید چطور جرأت کرده او را زندانی کند و از تمام کارهایش خبر دارد. طاهر میگوید چند بار پیغام داده یا زمینش را آزاد کند یا پولش را بدهد. طاهر دسته چک طارق را به دستش میدهد و او را با اسلحه تهدید میکند و میگوید 5 میلیون دلار بنویسد و یک ماه هم فرصت دارد یا زمین یا پول را به او بدهد. طارق در حالی که الماس را لعنت میکند به طرف ماشینش میرود. طاهر به ماشین که الماس در آن است میرود و میگوید طارق چکی 5 میلیون دلاری برای یک ماه دیگر داده. الماس میگوید میخواست تراکنش‌های مالی‌اش را چک کند و حالا باید یک ماه صبر کند. طاهر چکی به مبلغ 150,000 دلار به او میدهد و میگوید 30% 5 میلیون دلار است. اولتان وارد گاف صندوقش در بانک میشود و فلش‌ها را انجام میگذارد در حالی که دستیارش کپی فلش‌ها را دارد و میبیند یکی از آنها فیلم کان است. طارق وارد دفترش می شود. گزیده به سزایی پیغام می دهد و او جوابش را می دهد. اما موقع از کانون وکلا زنگ می زنند و رئیس دفتر می گوید الماس علیه طارق شکایت کرد و برای گزیده تله گذاشته بود و باید برای خودش دفاعیه محکمی آماده کند. طارق که یشیم با او تماس گرفته به مردی که خانه به نامش از زنگ می زند و مرد می گوید در آلمان است و تا 1.5 ماه دیگر بر نمیگردد. طارق قرار است پیش یشیم بیاید تا آنها را به یک هتل ببرد. یشیم، میکنور و اوکو آماده شدند و چمدانهایشان را بستند اما طارق فقط اوکو را با خودش میبرد. گزیده در دفترش نشسته که اسمت وارد می شود و او را تهدید می کند که باید شکایتش را پس بگیرد. گزیده میگوید از او نمیترسد و برود از طارق بپرسد.
سلین پیش اویلو میآید. اویلو میگوید درست است از تولگا جدا شده، ولی کمی صبر میکرد بعد به سمت تولگا میرفت. سلین سیلی به صورت اویلو میزند و میگوید مثل خواهرش بود چطور میتواند چنین فکری کند و با ناراحتی میرود. اویلو به دنبال او به حیاط میرود و میگوید خیلی ناراحت بود و او را ببخشد، اما سلین قبول نمیکند. دو مأموری که از سزایی بازجویی میکنند با گذاشتن مدارک جلوی او از او میخواهند که اعتراف کند. سزایی میگوید از چیزی خبر ندارد. مأمور میگوید پس حکم بازداشت او را میگیرند. یشیم و اکنور در خانه هستند. یشیم پیش اکنور میآید و میپرسد تماس گرفت؟ اکنور میگوید بله و حتما سر کار است و جواب نمیدهد. یشیم که میرود استراحت کند، اکنور کرمهای امید را توی جعبه میگذارد و به مردی زنگ میزند و آنها را میفروشد. اکنور به دخترش زنگ میزند تا مدتی تا وقتی که برق عوض شود پیش او بروند. آنها چمدان به دست پشت در خانه ایستادند که زلیش دختر اکنور میآید و آنها را داخل میبرد. اویلون به در خانه سلین میرود تا با او آشتی کند. آنها یکدیگر را بغل میکنند و آشتی میکنند. در میزنند و تولگا دم در میآید. او به سلین میگوید با هم بیرون بروند. سلین اصرار میکند که داخل بیاید و میگوید هم عاشق همدیگه این، هم هی ادو اطوار در میارین، همش لجبازی میکنین و آنها را تنها میگذارد تا مشکلاتشان را حل کنند. گزیده از دفتر خارج میشود. زینب با ماشین دنبالش آمده که مرد موتور سواری در حالی که اسلحه‌اش را آماده کرده به طرف آنها میآید و شلیک میکند. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار. لایک کردن این ویدیو به معنی تعریف از ما نیست. به یوتیوب کمک میکنه تا این ویدیو رو به کسانی که دنبالشن پیشنهاد کنه. کانال های گروه کاناپه رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و تیکه زنگوله کنار اون رو هم بزنید.